به نام خدا دوستان، اگر حس کردید در آپاراتید من عذر میخوام، چون این ایت با اینشات زده شده، متاسفانه کپکات بالا نمیاد و این پخت و پز واقعی من نیست. باور کن من یه چیز گفتم. شروعه. امیر محمد جان بنواز. بچه امروز قراره بریم آنالیز کدوم تیما تو این فصل قهرمان اون لیگشون میشن و قراره بازیکنایی هم که خریدن بگیم به دردشون میخوره یا نه. کیشون بنواخت. این پارت یکشه، لالیگاست. حالا میدونم که کامنتی نمیگیریم ولی مظلوم بازی چیه؟ آقا تو کامنت بنویس لیگ باشه، بوندسلیگا باشه، یا حتی لیگ بسیار قوی فرانسه یا ایران. اینم بگم تا چند روز دیگه، تا چند ساعت دیگه یه ویدیوی سوپر بوم داریم، مگه نه که اسمو؟ آره، الان این ویدیو رو بعد از اون ضبط میکنیم، ولی خب الان دیگه اومدیم چون اون ویدیو 32 دقیقه است حدوداً و خیلی ادیتش میخوام سنگین بزنم. اینم احتمالا یه 20 دقیقه اینا بهش متاسفانه. خب آقا برو بریم. اول بریم سراغ بارسا دیگه. خب ببین کی اسمو بارسا همونطور که میبینید خیلی ها به ترشتگن فوش علی پروین میدن و اصلا یه وضعیه دیگه. دروازه بارسا نمیدونستن چی کار کنن، برای همین اومدن یه خوان گارسیا از اسپانیول برداشتن آوردن بارسا که اینو گذاشتن آوردن بارسا دیگه، والا کار خاصه دیگه ای نکردن و گولرشون رو حدودا بیمه کرده و جای سوتیای ترشتگن رو گرفته. ببینین آقا، اول از این که ترشتگی هم از نکان دارن، همه دارن خوش علی پروین بشینن، بعدش هم که کاپیتانی ها از دستش گرفته. این بکنم خوان گارسیا فصل پیش خیلی فصل خوبشه، واقعا دروازه‌بانیش خوب بود و بارسا کار درست که خوان گارسیا خرید. از دفاع بارسا که میدونید خیلی تلافسن خود میندازه و همه تلافسنش گیر کردن و بارسلونا مارکوس رشفورد رو جذب کرد که اون یه بازیکن کاشته‌دم بوده و دریبل زنه و یه دریبل مخصوصی هم داره که نمیدونم چه دریبله، ولی اون دریبل رو به همه داره، همه لای خوردن ازش و بارسا امسال میتونه قهرمان لالیگا بشه به نظر من. خب آره، از این کنار رونی برقدجی هم که معلوم نیست برادر اهل کجاست، 7 جد و آباد داره از هر طرف، ایرانی، عراقی، سوئیسی، نروژی، نه باف، ولی نه هر جا داره. از کوپنهاگن دانمارک برداشتن آوردنش که مثلا جایگزین یامال یا اولمو بشه. عملا آچار فرانسه شونه دیگه، هرچی مصدوم شد اینو میذارن جای اون، یا حتی میتونه جای اولمو رو بگیره. بگو. شاهده شده اینگو مارتینز رایگان رفته به ارنست، چون وقتی اینگو مارتینز رو خریدن تو بند قرارداد قابلی بوده، از هر تیم پیشنهاد داشته میتونسته رایگان بره. بعد لاپورتا همینو نمیدونسته، مارتینز رایگان به ارنست فروخته. این که خب آره، این وضعیت خربازی دیرکو و لاپورتا که خب خیلی از همه بارسایی ها ناراضی هن از دیرکو و لاپورتا سر رفتن مارتینز. خود رومانو هم هیرویگو اینیو مارتینز رو زده و حتی رسانه هایی مثل اتلتیکو اینا هم کار کردن روش. از طرفی دفاع بارسا الان دیگه فقط کوبارسیه با همین آراخو مگه آدمه؟ نه آراخو چیز خاصی نیست. بیا دوتامون بگی بارسا میتونه قهرمان بشه، شانس رو داره.